سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در گردنه حیران. امروز شنبه 16 تیر ماه و ساعت حدود 11 صبح. گردنه حیران مرزی ترین نقطه گیلان از سمت غرب است، یعنی مرز میان استان اردبیل و شهر زیبای آستارا. گردنه حیران به نگین آستارا و گیلان معروفه. زیبایی ها و جذابیت هاش حتی برای استانهای همجوار هم هیجان انگیزه. جاده زیبا به همراه منظره و انواع رستوران، خوراکی های وسوسه انگیز فقط بخشهایی از هیجان انگیز بودن این مکانه. سورتمه و تلکابین حیران هم تمام کننده این زیباییه. تلکابین حیران در مسیری به طول 1500 متر گردنه حیران رو به جنگل‌های فندقلو اردبیل متصل می‌کنه. سورتمه ریلی این مجموعه در سال 94 افتتاح شده. بخش‌های تفریحی دیگر این مجموعه شامل کارتینگ، قایق پدالی، بازی‌های بادی و برقی برای کودکانه. در این مسیر از آش دوغ‌ها و بلال‌های خوشمزه‌اش اصلا نمیشه گذشت. در این ولاگ ما به گردش در مجموعه سورتمه سواری، گردش در بالای تلکابین، رانندگی در جاده و در نهایت سر زدن به خوراکی ها خواهیم پرداخت که امیدوارم یادآور یا تشویق کننده شما برای اومدن به این مکان جذاب باشه. راستی اگه به گیلانگردی علاقه دارید حتما ما رو فالو کنید. قبلا وراگ رانندگی در شهر زیبای آستارا رو در کانال قرار دادیم و به زودی ولاگ رانندگی از آستارا تا تلکابین حیران، گردش در تالاب استیل آستارا، گردش شبانه در بازارچه ساحلی آستارا و بسیاری از ولاگ‌های دیگه خواهیم پرداخت که در قسمت پلیلیست مربوط به شهر آستارا قرار خواهد گرفت. لینک این پلیلیست رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار دادم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید. برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. بذار برم بپرسم ببینم میذارن.
خاطرانگیز با یک ژست خوب. 3 1 خانم پیاده شد. خانم پیاده شد. آقا بیاد جلوتر. پیاده. پیاده شد. یه رشته حالا چقدر بشه؟ 5
حالا یه قطعه دیگه میدی؟ بکشید دست دارم. حالا یه نیده پیدا که نه وایسا بیا. بیان جلوتر به تو نگاه کنی بطر بزنیم این بطر شماره افسون 236 بالا پیاده شده این واحد کاسی رو برو سلام، خیلی خوش اومدیم. با این تراکه 2 فنجان چای رایگان مهمان ما هستیم در کافی شاپ وی آی پی. بالا که رفتین این مکان دایره شکلی دور تا 2 شیشه ای.
والله چه دیدم
زشم باید زایده بیارم اون داره میگیری کردم ما ماشین سیاه نبریم کردم Gözlerin süzüme bile, gözüne vurma. Pantolonla kimi gelip de dolar. Naz etme aşıkla, nazına kurban. Geldiğinde bu yanarı saralım solar.